سلام دوستان گل من، چطورید بچه ها؟ من لوکس هستم. خوش اومدید به یک ویدیو جدید از چنل من. آنباکس آیپد پرو 2024 M4 بچه ها. میخوام واسهتون کلی با این ویدیوی خفن بگیرم. قبلا با 15 پله میدادم و الان میخوام واسهتون بریم آیپد پرو 2024 آنباکس کنیم و آره خلاصه بچه ها امیدوارم دوستتون دارم خیلی زیاد. عشق منید، عشق بگرید بچه ها. بریم که بچه من مدل آیپد پرو 13 اینچ M4 وای فای به اضافه سلولارش البته جای سیم کارت نداره، ای سیم هستش. یعنی ای سیم یعنی سیم کارت مجازی، فقط اینترنت داره. آره همینه که ولی تو ایران پشتیبانی نمیشه. حالا من گرفتم ولی یه خودم گرفتم بود، ولی مهم نیست بچه ها. آره خیلی هیجان زدم با این قرار چیکارا کنیم بچه ها. بریم وایسش کنیم بچه ها. بریم وای بچه بذاریم من وایسم، صندلی بذارم و نمیتونم بچه مثلا. وای بریم. حالا اگه این کنده شد بریم. بسم الله الرحمن الرحیم. بچه اولی رو کندیم، دومی صدا رو بشه. من حرف رو میزنم صدا بشه. آخ چه حالی میده. اینا رو میذاریم این گوشه نگه میداریم. واو این وری کنیم آیپد رو بچه وار کن. وایس شو دیگه، بیا بیرون. میخوام حرفه‌ای در این ASMR آیپد ببینیم. یه ASMR هم داشته باشیم حالا در نمیاد. وایسید بچه‌ی گل درو بچه اینقدر جعبش کجو گل است. بیا جانم اینم از این بچه های نانازی. این درش هم بذارم رو تختم. وایسید بچه بریم کارو بگیر. واو بچه بریم اینو با کنیم. وایسید از این ور بنازم دیگه باش نمی کنیم، کامل نمیمون گرده کاغذشون. واو آیپد رو بذاریم اینجا، اینو درشو ببندیم دوباره. خب باشه همینجوری خوبه بچه. من خیلی بچه حساسی هستم. ببندیم اینو داشته باشیم. این هم بذاریم تحت، بذاریم درش. بچه گلس هم خریدم، فقط گلسش خودم بلد نیستم میرم بیرون میندازم. آره خلاصه یه گلس خوبم گرفتیم بچه. ببینیم زیر کار چیه. اینو بذاریم سفر رو بگیر. اوه منو بچه برای اولین بار داریم نمیبینید 15 این با بچه بنازم. عالی پسر. بذارم اینم بچه یه دقیقه رو تحت. بریم اینجا رو ببینیم اینجا چه خبره. به سیم مشکی رنگ گوشی آیپد کس. بچه ببینیم برچسب اپل رو داره. من چون که خیلی روی حساسم فکر کنم ریدم تو اپل. نداره واقعا نداره. فشار چیه بندری نداره. ولی نگران نباشید من مال آیپد قبلیمو نگه داشتم. مال 15 هم داره ولی این نداره. عجیبه. به بچه شارژر رو بگیر. حالا اینا رو بعدم وا میکنیم. سیمش هم که مشقی کنفی مشقی. خب اینا رو همینجا بذاریم باشه. خب اینا اوکی. کاغذیناش هم بذارم این تو برعکس بذارم. خب اینجوری هم میبندیم. بچه بایستید میبینید جعبش کج و کول است بغلاش. بسته شد. چون اینو بذاریم رو تخت. آیپد بیار بابا. نه نمیذارم رو تخت. اینو بذارم روش کار کنم. قاب نگرفتم هنوز بچه. به گونده است چقدر. چجوری پلی بدم؟ 8 انگوشی میتونم. 4 انگوشی واسه بعد من بله. حالا بریم. چون من قبلا آیپد داشتم بچه. آیپد پرو 2021 داشتم. روشن شدن رو بگیر. واو بچه های گل ماتریکس. وای داره روشن میشه. به روشن شدن رو بگیر. روشن شد. هلو مامانت بنازم. حاجی بچه ها زبون رو باید انتخاب کنیم. عالی. یونایتد استیت این چیه؟ دیفالت معمولی نوشتاش کنده کوچیک میخواد بشه. ستاپش کنیم. ستاپ خودش باید بس شه.
3 تا بیومکتی به سامسونگ وصل کنیمش. بچه به سامسونگ وصل میکنیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 یه سامسونگ داریم اینجا. وای فایمون فعلا باید روشن کنم. بناز 77% هم شارژ داره اصلا داداشم. کانکتینگ دیگه. خب چی نوشته؟ اطلاعاتی ندارم. مامانش مرد. خب بک میدیم. 3 تا بیو نمبر. بعد یه خورده وایستم نمیشه وایسته. دی داون. بچه این تا ستاپ شه من ویدیو رو قطع میکنم و دوباره میایم وارد کار میشیم. ایزی چوی گلد. من اومدم بچه همه این کاراشو کردم. اپل آیدیم هم زدم داره ساینینگ میشه دیگه. یعنی میاد رو آقا بعد دیزی ایزی. الان میاد بچه بریم اشغال کالافو بریزم و براه برای پایمو هم که میبینی مهم نیست بچه ها. عشق منیدش بگرید، حمایت کنید، لایک سابسکرایب. آره لایک سابسکرایب کامنت فراموش نشه. گوگلیا آیپد پرو 2024 بچه ها. قبلا هم که با 15 پله میدادم. آنباکس اینم دارم ولی 16 ایشالا میاد آنباکس 16 واسه تون میذارم. 16 الان دارم باش فیلم میگیرم. بچه ها اصلا بهترین گوشی میدونیم به نظر من چیه؟ 5 بهترین گوشی خدایی. اصلا اینم بهتره یا ایکس. وای بچه بیا دیگه بیا. چقدر طول میدی؟ جون بده ساینینگ داری میشی. اوه بچه یه ایرو من واسه صفحه ازم پرسی میخوای این با اپل آیدی بیاد بالا؟ نمیشم یس. اوه قبول شد. کانه آپدیت یور چی یس. اوکیه. 3 لوکیشنمون هم میخواد. داش لوکیشنی. بابا سفر رو اینجاست بچه. دوربینش مثل قبلی اینجا نیست دیگه واسه نمیدونم چیزه. آره بله بیا دیگه. بعدی پایینی رو میزنم سری میرفت. بچه ببینید چقدر نازک اصلا اینه که هیچی. چاقوه. نگاه کن چاقویه. بالا رو بگیر. چاقوی دلغک. این برون برش کنیم. یه بالا بودو. اینترنت ضعیف نیمه خوب. بیا دیگه بیا بالا. بعد حالا یه اومد. ستاپ لیت اسکیپ. این واسه بچه ستاپ سلولارشه که بعد نمیدونم چیکار کنی کلی گوخوری باید کنی سیم کارت دیگه نمیخوره. ای سیمه. بده به سیم بزنیم دیم. آره بیا بخوریش ریم. بوم چیکار دارم میکنم بچه؟ کسخل شدم رفته. از صبح ساعت 8 صبح بیدارم. دیشب ساعت 4 صبح خوابیدم. باور نمیکنید بچه از صبح دارم این کارا رو انجام میدم. بلک بیا دیگه دارم میچرخم دور خودم. کسخل شدم بچه. من آمدم به صفحش اینقدر وایپد قبلیم اینقدر بود. 11 اینچی بود. چیزش چیه؟ گلسش مانکیه چی تخمی. بچه مانکی رو ببینید. حالا ول کنید. بعد بچه پولو عجیبه. اومد سیری هم که کانکت داداش. این صدا اصلیشه بچه. همیشه این صدا رو بذارید. سیری نمیخوام بابا. ستاپ لیتر رو گم شو. شیر کانکتینگ اسکرین تو هم روشن کنیم. چند ساعت کالاف میزنیم بچه ها. صبر اومد.
گفت سب کن بچه‌ها همین تفنگ میخوام چی دونت چی نمیخوام ببینم بچه چه اوتو بذاریم اوتو دارک گت استارت بچه ساعت زده سه اومد مامان حسین برنامه اندازه دست خر پشمام نرمی رو بگیر پرام به صفحه تا کوری ما سلولار باشه دیتا چرا باید روشن باشه ایدرا باشه چی باید روشن باشه اینا عجیب نی اینا خیلی عجیبه فیس تایم رو بگی آی مسیج رو بگی هیچی توش نیست اوکی مامانت آلویز چه گوی خوردن رفتن توش بچه های جو دلم بوجو چه خبره اینجا هم که بچه همه چی رو زدیم اومد بالا آپدیت هم اومده بود مثل اینکه واسش خب اینم چیه حالا آپدیتش نمی کنیم ولی خلاصه بچه من برم دیگه کالافو بریزم خب بالا بلش کنیم اینم چند گیگ پره 17 گیش پره چیه من برم کالافو بریزم همه این کارا رو کنم واسهتون یه گیم پلی ناب میارم ولی مثلا عادت ندارم به 13 اینچی من آیپدم 11 اینچی بوده بازیش آره خلاصه رو بهتون بگم شونه من آره بچه میرم کالافو میریزم اینجا عکس کالاف میاد و به راه کالاف من میرم ویدیو رو قطع کنم بوس بای تا گیم پلی به سلام بچه ها بریم واسه ادامه باکس کالافو ریختیم بگو با چه رومی حالا با چه رومی چه کاستوم رومی بود لامصب خلاصه کاستوم روم کلن ام آی همون کلن مموجی دوست همین فرنو اینا آره خلاصه رفتیم تو کارشونو آره دیگه یه گیم پلی یه دون دستشو وین کردیم یکی از کاستوم روما رو یکی دیگه شو باختیم حالا اوکی یه قاکیلای قشنگش رو همه جوشو گذاشتم جایی که فقط داشتم فاید میدادم بیشتر گذاشتم آره خب که آره دیگه تست آیپد پرو 2024 رو من رکوردم یادم رفت بود بزنم رو حالت 4K گرافیک آخر بازی باشه بعد FPS انگار ریده ولی اینجوری نیست بازی اینجا بچه اصلا اینجا نگرفت اینجا من زد ده حالا مهم نیستش کات زدم واسه از مردنامونم بالاخره بزنیم دیگه یه کد داشتم چیکار می‌کردم اینجا هم زدیم یارو رو کمک یارم بعد اینجا یه فایت جذاب داشتیم بعد نبود فایت اینجا یکی از یارم یه جوری زد پسش البته اسکورم اصلا این رو نینجا زدش این پشمه خوشم ریخته بود خیلی قشنگ زدش خلاصه آره اینجا داشتم ریو میدادم آن تاپو گفتم برم توی یه فایت جذاب دیدم یارمو زدن گفتم وایسا ببینم یارو منو میزنی بعد رفتم واسش یو آن تاپ وانشات میشه اون وسط اینجوری پریدم رو با هدش رفت بنده خدا آینه چی اینجا یه نفر رو زدم چیز خاصی نبود یه بیبای زدم پسش اینجا یه دونه گرفتم کم کننه ام آی آره خلاصه فروکن اینجا تیر بهش ریجستر نمیشه پینگم بخوره بعد که نبود 52 بود تو این کاسوم بعد اینجوری یکیشون رو زدم اینجا یه دونه پریدم یه رو هوا یه فینیشر هم اومدم یه من گفتم نخوندم داداش بودو شهرم لجند تو بده ببینم پیشمو اینجا یه دقیقه بازی فریز کرد یه پشم خودم ریخت واسه یه دقیقه اومدم چیز کنم یو اصلا دستم خوب اومد از بازی فریز که نبود من چرا گفتم فریز حالا ولی حالا مهم نیست بریم بچه یه بالا داشت یه فایت جذاب داشتیم اینجا یه ایپفایر با نیپی 50 گرفتم روش یه دونه رو هوا نخوندم دکمه یه نینجا میگه از اون بیرون گانو در میاری میگیری روی یارو این دکمه خروش پی ام داری آره خلاصه اینجا گفتیم بریم جلو ببینیم چه خبر رو نخبر وین شد اینجا زدیم گوششونو گفتیم خلاصه دکمه لابی کاسومروم وین شد آجی بعد رفتم لابی و یه نگاه انداختم و چند تا 8 زدیم و نفر سوم شدیم و آره خلاصه آره دیگه بالاخره اینجا زدیم پس همشون خلاصه بازی اشغال آره اینجا اومدیم لابی گفتیم اینا کلان مموجی اون تیم 1 بود و ما هم تیم 9 نشسته بودیم آره خلاصه بعدش هم تیمو نشونده بودیم دوستای آنتاپ بودن اینا من خود آنتاپو بیشتم آنتاپم که کلا یه درخواست من قبول نمیکنم هی آره اینجا نمیشیم جی واسه هم کلانی آنتاپو آره اینجا هم تو چت روم نوشتیم چت کاسان نمیشم جی بچه و حالی دکمه رو زدیم و خروج زدیم اومدیم
آره دیگه اینجا اومدیم بیرون، بعد یه دقیقه استراحت کردیم، بعد رفتیم دوباره کاسومرو همون مموجی اینا هستینم. ولی این دست این دفعه باختیم، فقط این دفعه با آنتاپ بودم، یارم 2 نفر از یارمون هم کرانی هم بودم، ولی خیلی یارم بودم، ولی حالا آره خلاصه اینجا من و آنتاپ فقط با هم بودیم، 2 تا بیچ بردن می‌بینی همون 2 نفر ما بودیم و خلاصه. آره میخواستیم یه لند مولایی رو بزنیم پس گوش انمی. آره خلاصه بزنیم یه لند مولایی میخواستیم بزنیم، اشغال براه. آره بالاخره یه کاسومرو نازی رو میکردیم و چون کاسومرو من زیاد میرم خلاصه کاسومرو آیفر کمه اینا رو بیشتر میرم همه کاسومرو رو. و آره اگه حتما خواستیم بیشتر کاسومرو بذارم و آره دیگه مغز بازی گیم پلی کاملی از این بعد بذارم تو کامنت ها بگین دیگه. خلاصه من یه هزینه کردم آیپد گرفتم بچه، اینجا لند زدیم پلتفرم، گفتم نخوندم یوس رو کچ کردم، گفتم یا حسین اینجا لوت کرد، یو پریدم دیدم بیوای داره چشمک میزنه اون گوشه، پریدم دوست بابا اولی کلن ایوان ای که همه میشناسم کلن. حالا زدیم پسشو، گفتم دکمه خروج، نخوندم اینجا نباید ببینمت. اینجا رفتیم یه نفر دیگه اینجا بود، یه شاد دیگه زدم پس این، گفتم بای بای. یکی اومد سوار ایلیشه، گفتم گوجا با این عجله داداش بخور بینم، زدیم پسش. اینجا دیگه کل پلتو جمع کردم، اون 2 نفر 3 نفر مونده بودن، اونا رو هم زد و تموم شد. بعدش می‌خواستیم بریم پایین اونور رو ببینیم چه خبره. آنتا اونور جمع که بعد رفته بود اینور، من داشتم بالا رو هنوز لوت می‌کردم، ببینم هلیکوپتر چیزی میاد، دیدم کسی نمیاد دیگه، رفتم پیش آنتا دیدم یه نفر زده پسش، گفتم اومدم چطوری داداش، اینجا اصلا ریجستر نداشتم، رفتم تو گفتم وایسا اچ پی هستم آرمور ندارم ولی یه جوری میزنم پس اینجا، گفتم به به آرمور، اومدم یهو دیدم پرید پایین، گفتم بخور بابا لابی که نه. حالا زدیم ما که شر بودیم و آره خلاص اینجا زدیم پسش. اینجا دیدم کلن ایوانیه اینا فکر کنم اینا اینجا دارن یهویشو میگن جمون میاد، البته این ایوانی نبود، یه نفر دیگه بنده خودم خیلی نوب یه تامپر داشت. اینجوری زدیم پسشو. آره بالاخره 4 تا شات هم خورد، میراب داداش بنده خدا رو گیر آوردیم. اینجا یه فایت جذاب با کلن ایوان ای داشتیم، اصلی هم اصلا هیچکدومشون فایت جذاب و خوشگل مامانی. آره بالاخره یه فایت خوشگل مشکل داشتیم اینجا. وایسا ببینیم چیکار می‌کنیم. یه نید انداختم پسشون، تیرا یه خورده بد ریجه، همین کاسوموناست که پینگ 70 شد بود، یه خورده تیر ریجستر بد بود. اینجا اینو وست کردم، یارم هم گرفت شماره 1 روشو زدش پسش، این که هیچی. اینجا زدیم پسشون، این یکی از مریکو وایتیه چیه این یکی رو هم زدم، هیدن هم زدم پسش، گفتم خروج. یه نفر دیگه شون هم مونده بود، نمیدونم چی بود، ایکس ری بود فکر کنم، شماره 1 زدش زد پسشون، رفتن لابی. بعد اینجا جی رفتیم یه فایت خوشگل موشی، الان خواستم کاستوم روم ببینم، خواستم ایدراپ لوداوت لوت کنم، دراپ کنم. بعد آره داشتیم از زیپلاین میرفتیم و جومونگی جلو. اینجا یکی هنوز 2 تا تیم نشسته بود ایوان ای، یه نفر دیگه تو بود. آره خلاص اینجا گفتیم کرم و عمو کرم بکشیم و آره نینجا رو بزنیم بریم بالا. نینجا نمیگیره یو، اصلا یو انقدر پینگ ریده. اینجا رفتم بالا یو اینور رو دیدم، گفتم سلام علیکم بود لابی بزن مخوره، زدیم اینجا خوردینم، زدیم کیله بنده خدا هم دوزی و گفتم بخور لابی. اینجا گفتم ماشاءالله لود داداش، اینجا امام حسین نظری داره میزن. آره خلاصه اینجا لوتو زدیم، گفتم به لوتا رو ببین پرکا رو جان. بعد یکی اومد از بک یو فینیشه گرفت، ترسید خودش بنده خدا، گفت یا حسین چه گوی خورد. زدم گفتم دکمه برو خارج، غرور خالقم برو. اصلا یو لنده. اینجا یه فایت جذاب با کلن ام آی مموجی خودش هم بود، این همین داره تیر میزنه، استریم مود مموجیه، استریم مود کرده بود این دست، یارش هم بود. اینجا یه دونه پریدیم پایین، یه اینجا زدم پسش، یه دونه زدم تموم شد. این یکی یارش هم اومد یه دونه رو هوا خورد، ام آی جوکر آی او اس، اینم یارش هم زدم و گفتم بوت لابی نبینم اینجا. اینجا سلطان من آره خلاصه نه حالا عشق من نمید. بعد آره اینجا زدیمشون، خیلی فایت جذابی بود خدایی، 2 به تک اونجا قشنگ در آوردم کارو. اینجا یه نفر بنده خود بک داده بودم از پوش برم در بیام، اینجا زدم پسش، بنده خودمون چیکار میکنه
آره اینجا همین رفتیم مستقیم رسیدیم به اینجا. اینجا گرفتم یورو اصلا تیرا هم نمیخوره میبینید یو. آره فرار کرد و از دستم دیگه در رفتم یه دونه. اینجا رفتیم بالا گفتم هلو داداش اینجا کسی هست بخواد فاید بده. و از بک یو دیدیم دارن عاملا میکن عاملا کردن بعد یو اینا سورپرایز شدیم. آره اینجا اومد یه دونه زدم پسش یه فریز ریزم داشتم اینجا زدم 216 تا کرن ام آی بیبی منو زد. اینجا گفتم عالی جی داداش جی. یارم هم یارم اسی گفت یارم یه خورده بیادب بود سی ای کلن سی ای. آره خلاصه بچه این بود از کاستوم روم آنباکس و همه چی. امیدوارم خوشتون اومده باشه. تا ویدیو بعدی خدا نگهدارتون.